پاسخ سپاه به وحدت شکنان: برخلاف برخی چهره‌ها تشنه قدرت نیستیم. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت روز پاسدار با تجلیل از حماسه آفرینی این نهاد انقلابی در پاسداری از انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته تاکید کرده امروز سپاه علاوه بر دستاوردهای داخلی به اقتضای آرمانهای انقلاب و الزامات فراروی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پرخطر و پرتهدید معاصر به یک بازیگر مهم و مؤثر در معادلات امنیتی غرب آسیا تبدیل شده. در بیانیه سپاه با نکوهش اقدامات ناپسند و اظهارات وحدت شکن و تفرقه انگیز برخی عناصر و چهره‌ها که با کنایه‌ها و طعنه‌های ناصواب خود سپاه را تضعیف می‌کنند اومده، سپاه پاسداران پایبندی به اصول و آرمان‌های انقلاب و وصایای امام راحل را همواره نصب العین خود قرار داده و برخلاف جریان‌سازی‌های موهوم رسانه‌ای، سپاه و سرداران خدوم آن هیچگاه به قدرت مصطلح که بسیاری در آتش دستیابی به آن به هر قیمتی هستند نیندیشیده و صرفاً به دنبال انجام تکلیفش در تحقق آرمان‌های انقلاب و سربلندی ملت شریف ایران بوده.